حکایت ضرب‌المثل دیگ به دیگ میگه رود سیاه. در شهری دو واعظ بودند که هر کدام خود را چشمه پاکی و صداقت می‌دانست و دیگری را تجسم گناه و ریا. اولی بر منبر مسجد بزرگ شهر میرفت و با چنان شور و شعفی از پرهیزکاری سخن میگفت که مردم دهان باز میماندند. اما همین که شب فرا میرسید لباس تقوا را از تن به در میکرد و پای بساط چرب و نرم مینشست و با اهل نفاق خوش میگذراند. دومی نیز در مسجدی دیگر درست همان سخنها را تکرار میکرد و مردم را از دنیا پرستی میترساند، اما خودش با بازرگانان زراندوز شب نشینی داشت و حساب و کتاب و سود و ربا را بهتر از خطبه های نماز میدانست. روزی این دو در بازار به هم رسیدند. اولی گفت: شنیدم مردم را به زهد و قناعت میخوانی، اما شبها با اهل دنیا نقل میخوری. دومی خندید و پاسخ داد: بهتر از اول نگاهی به سفره شبانه خودت بیاندازی ای واعظ ظاهر پرست. مردم که گرد آمده بودند نگاهی به چهره هر دو انداختند. یکی ریشش را روغن زده بود، آن دیگری عمامت بزرگتری بسته بود، اما هر دو از یک قماش بودند. پیرمردی دانا که نظارگر این گفتگو بود سری تکان داد و آهی کشید و گفت: دیگ به دیگ میگه رود سیاه، و جمع زدن زیر خنده.